بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یک نقشه داشت که به آسایشگاه می رود و 10 روز استراحت می کند. دیگر نقشه داشت که 3 روز پس بوریاکوبان کرده به خانه نو ساخته اش می کوچد. آن یک نقشه داشت که ماشین خوب می خرد. دیگر نقشه داشت که عائله برپا خواهد کرد. آن یک نقشه داشت که دانشگاه داخل خواهد شد و دیگر نقشه داشت که البته از فردا رو به طاعت و عبادت می آرد. آن یک نقشه داشت که البته فردا از نفری که رنجانیده بود و یا با برادری که قهری بود و عذر می پرسد. دیگر حال و نقشه نکشیده و در طفلی سفر می کند. آه نقشه هایی که هر روز برباد می دهد این مرگی که به کسی رحم نخواهد کرد و کسی را فرصت نخواهد داد. مرگی که یک روز پیامبران را با خود برد، روزی دیگر شاه و گدای را می برد. مرگی که از آن به وسیله پول و مال نام و نسب نجات یافتن امکان ندارد. از ابو هریره راضی شود الله تعالی از او روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: برهم زننده لذت ها را یعنی مرگ را زیاد به یاد بیاورید. این نصیحت و هم وصیت است بر امتان. کسی معنی آن را درک کرد در این دنیا و هم آخرت سربلند خواهد شد. مرگ را بسیار یاد کنید فرمودند آن حضرت صلی الله علیه و سلم. زمانی که امتان زیاد یاد مرگ کردند، نه تنها در فکر این دنیا فانی می شوند بلکه به سوی آخرت نیز رغبت پیدا می نمایند. یعنی نفری که مطمئن است که روز او هم مرگ را البته می چشد، به آن سفری پرتلاطم البته تیاری می بیند. پس نفری که تیار شد دیگر از آمدن مرگ نمی ترسد، چون برای آن سفر توشه نیک ذخیره کرده است از طاعت و عبادت و خیر و سخاوت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند و ما امتان را نصیحت دیگر نیز کردند که بهترین واعظ، بهترین وعظ کننده، بهترین نصیحت کننده و پندهنده تابوت چوبین است. یعنی تابوتی که ما و شما می بینیم هر روز یک پیر 80 ساله به آن سوار می شود، روز دیگر جوان 18 ساله و 20 ساله. پس بهترین درس عبرت بر عاقلان همین مرگ است که نه جوان و نه کودک را رحم نخواهد کرد. روز و ساعت که آمد دیگر هیچ کس را فرصت نخواهد داد تا توبه کند، طاعت و عبادت کند، از نفری را که او را رنجانیده بود بخشیش پرسد. اما افسوس زیاد آنان که امروزها در داخل قبرند و یا بالای تخت چوبین سوارند یعنی تابوت، از اهل حسرتند. آنها گمان داشتند که البته عمر 80 ساله و 100 ساله می بینند و در پیری رو به طاعت و عبادت می آرند. اما افسوس می خورند که در سن 20 سالگی و 30 ساله و 40 سالگی و یا به پیری رسیدند و به طاعت و عبادت الله از این دنیا رحلت کردند. اینک آنها حسرت می خورند و از الله اکنون این زمان التجا می نمایند که الها ما را عمر دوباره عطا فرما تا تمام عمر خود را به طاعت و عبادت و عملهای خیر بگذرانیم. ما را پول و مال و وظیفه و منصب این دنیای 2 روزه مغرور ساخت و از فرمانهایت دور شدیم و حتی زیدی فرمانهایت عمل کردیم. اما این زمان عمر عطایمان فرما تا همه مال خود را در راه رضایت خیر نماییم و به نزدیکانمان رو به طاعت و عبادت آریم. اما الله به ما بندگان یک عمر در این دنیا فانی فرصت زیاد عطا می نماید، دیگر عمر تنها در دنیای باقی است. حسرت و پشیمانی دیگر سود ندارد. آیا خبر دارد که مرده عمر دوباره دیده است؟ پس ما و شما برادران و خواهران ایمانی اگر نخواهیم از اهل حسرت باشیم، امروز این ساعتها را از یاد الله غافل نباشیم.
هر روز و ساعت را غنیمت شماریم. البته برای این زندگی دنیا مهنت نمایید، اما از یاد آخرت خیش روز و ساعت غافل مباشید. روز دانید که این مرگ ناگهانی و به دعوت سراغ ما و شما نیز البته خواهد آمد، اما آن روز و ساعت نزدیک است یا دور این را تنها الله میداند و بس. شخص از عالم پرسید برای عبادت کردن کدام روز بهتر است؟ عالم به او در جواب گفت یک روز پیش از مرگ. شخص حیران شد و باز پرسید وقتی مرگ را هیچ کس نمیداند. عالم فرمود پس هر روز زندگی ات را روز آخر عمرت فکر کن و از صدق دل طاعت و عبادت کن، شاید فردا برایت نباشد. همه رفتند، روز البته نوبت ما و شماست برادران عزیز. ناگاه بیارند یک مرکبی چوبین، او را نه سر و پا و لجام است و نه همزین. با حکم خداوند بگویند که بنشین، از روزی ازل کرده خدا قسمت ما این. برخیز و روان شو که سواران همه رفتند. دیگر شاعر می فرماید ناگه بودت که از این جهانت ببرند، ناگه بودت از این جهانت ببرند، از حلقه جمع دوستانت ببرند. غافل منشین زمان زمانت ببرند، گر تو نروی کشان کشانت ببرند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.